سلام، امروز میخوام در مورد قواعد توشه رکتال مختصر توضیح بدم. توشه رکتال یا تی آر معاینه برخی اندام‌ها از طریق رکتوم گاو و اسبه که یک کار مهم تو دامپزشکی حساب میشه. با تی آر میتونیم رحم، تخمدان، جنین و کلیه سالم رو حس کنیم و حتی اندام‌های بیمار رو وقتی که بزرگ میشن مثل کبد، روده، شکمبه اینا رو هم زیر دستمون حس میکنیم. اما این کار قواعد و قوانینی داره. اول از همه ناخن کوتاه تا باعث تخریش اون ناحیه نشیم. دوم اینکه دستکش مخصوص تی آر استفاده کنیم به علاوه ژل روان کننده، چون از همه مهمتر سلامت خودمونه و احتمال انتقال بیماری‌های خطرناکی مثل تب مالت وجود داره. سوم اینکه یک گاو بدبخت بیچاره رو بیشتر از 2-3 بار توشه نکنیم، چون بخاطرش پرخون میشه، خطر عفونت وجود داره و کلا گناه داره. چهارم این که اگر که دامپزشک نیستید لطفاً توشه نکنید. دامدار حق انجام توشه رو نداره و باید حواسمون به این قضیه باشه. ممنون که توجه کردید. خدافظ.